سر خیر نبینی این چیه؟ خاک تو سر من. سیگار چی میگه؟ سیگار اینجا چیکار میکنه؟ الهی بی مادر چی تو سیگار میکشی؟ مگر که سیگار همراشه سیگاریه، پس هر کی چاقو داره قاتله. این وامونده زیر متکای تو چیکار میکنه؟ حال رحمان رحیم از ترس رحمت بهم دادن. آها بلندش خجالت بکش من خرگیر آورده. این هر چی میشه رحمان بود رحیم بود شیطان رجیم بود. اینجوری میخواستی منو سر بلند کنی؟ اینجوری میخواستی روی بابای تو رو شاد میکنی؟ خاک تو سر تو با سیگار؟ بلکه مامانی رو میگیرم از 50 تا میشونم. بزن بشکن بزن داغون کن بیا من گرد بگیر. آخ بهبود کجایی سر از خاک بیرون بیار ببین یادگار تو چجوری داره من کتک میزنه. بهبود کجا گذاشتی رفتی منه؟ کجا رفتی؟ ببین این لنگدراز چیکار داره با من میکنه. بهبود بیا پدر تو رو ببین. پدر تو رو بابا اینه میخواستی اینجوری سر بلند کنی؟ خدا منم مرگ بده. کاش میرفتی آفریقا منم برده بودیم و دوتایی با هم سارس میگرفتیم. من این روز نمیدیدم. منو دست این لنگدراز نمیسپردی. چی میگی؟ چرا اوشین بازی در میری؟ الان زنده بشنوه چی میگه؟ بابا تو داری من کتک میزنی. میگم سیگار مان رحمان رحیمه. چرا نمیفهمی مامان؟ درد فهیم کوفته فهیم. مامان یامان منو دیوانه نکن. ولکن دیگه. منو در کن. جوون باشی، دومت باشی، دوزار جیبت نداشته باشی میشه؟ اعصاب آدم میریزه به هم دیگه.